سلام دوستان، به کانال آشپزی بروجردی خوش آمدید. من امروز میخوام براتون آش بروجردی رو دوباره درست کنم، ولی کاملا به سبک و سیاق روش مادرم. همینجوری که میبینین الان مادر من داره کشک آماده میکنه. در بروجرد ما یه سری کشک‌های محلی داریم به همین اندازه که اینا رو از قبل حدود نیم ساعت خیس میکنیم توی ظرفی. بعد از این کشک سابمون که میبینین از گل ساخته شده و کاملا یه شکل استوانه‌ای داره و اینم چوبایی هستش که به صورت کشک برای سابیدن کشک ازش استفاده میشه. مادرم این کشک رو توی کشک ساب میریزه و حدود 5-6 دقیقه اول یه دور به همین شکل میسابش. معتقد هستش که این آبو باید این کشکی که میسابه یه مقداری که حالت غلیظ بعد از 10 دقیقه پیدا کرد اینو باید بریزه و دوباره آب ولرم روش میریزه و دوباره شروع میکنه به سابیدن کشک و انقدر این کار رو ادامه میدیم تا اون غلظت کشک رو کاملا به دست بیاریم. حالا من مرحله به مرحله باهاتون همراه خواهم بود و براتون فیلم میگیرم، چون میخوام این آش رو واقعا به سبک و سیاق کاملا سنتی روش هایی که مادرم اینا درست میکردن فیلم بگیرم. اما خب میدونم که در دنیای امروزی کسی از این روش استفاده نمیکنه. قطعا شما کشک یا بازاری تهیه میکنین یا اینکه به صورت استفاده از مخلوطون خودتون کشک آماده میکنین. من فقط خواستم این ویدیو سبک و سیاق کاملا قدیمی خودشو داشته باشه. خب دوستان، ما یه دور اون کشک رو اولش سابیدیم، اون آب اولیه رو دور ریختیم، دوباره الان بهش آب اضافه کردیم. همونطوری که گفتم در این مرحله قطعا نباید آب سرد باشه، چون زمان بیشتری طول میکشه تا کشک سابیده بشه. آب داغ هم اگر بریزیم باعث له شدن کشکمون میشه. قطعا اینجا فقط باید آب ولرم باشه، روی کشک میریزیم و دیگه شروع میکنیم به سابیدن تا زمانی که این اون حالت غلظت کشک رو پیدا. خود دوستان همینجوری که میبینید ما همچنان به این کشک ادامه زدنش اجازه و یه لحظه ببینید اینایی که مشاهده میکنید دقیقا کره روی کشکه و تفاوت کشک محلی و کشک بازاری همین قسمتشه. خوشمزه بیش در این قسمتش. ما به زدن این کشک ادامه میدیم تا غلظت پیدا کنه. بعد از صافی ردش میکنیم و بعدم به آشمون اضافه میشه. الان مادرم این کره روی کشک رو جدا میکنه که بعدا وارد در پخت غذا ازش استفاده. صافی داریم به این میزان ریزی که حالا کشک صافی که داشتیم صافش میکنیم. کلش هم اونها چلو کشکی مادرای قدیم خیلی زحمت میکشیدن، به خاطر همین هم هست که غذاشون واقعا خوشمزه. خود دوستان، برای آش ماسوایی که به روش مادرانه همونجوری که مشاهده میکنید یه مقداری جو برای لعابش به گفته مادرم ببینید به همین اندازه استفاده میکنیم و بعد همون بلغوری گندم که ما به گفتیم که در آموزش قبلی که ما بهش میگیم پلته، اگر دقت کنید ببینید گندمیه که در واقع در 2 مرحله خورد شه. ما به این میگیم پلته. اینم به همین میزان نگاه کنید برای یک به هر آشی که برای 5-6 نفره یک کاسه اینقدی مادرم در نظر گرفته که هر دو اینان یه مقدار با آب سرد مادر جان خیس میکنیم. با آب سرد خیس میکنیم و بعد در مرحله بعدی بازم من نشونتون میدم که چطوری پخت بکنم و کی وارد آش بشه. دوستان این بلغور که همون پلته
بهتون گفتم به انضمام جور مادرم با آب سرد خیس کرد 10 دقیقه 1 رو و این آب روش میریزه. علتش هم اینه که مادرم ممکنه داخل گندم و پره هایی که زمان آسیاب کردن داخل بلغور یا همون پلتر قاطیشیه، با این روش او آب اضافهش خالی میکنیم که او پره ها شسته بشه. دوستان مرحله بعدی ما شروع میکنیم به درست کردن پیاز داغ. همزمانم گوشت چرخ کرده که با پیاز نگینی خوب کردیم، یه مقدار آب میریزیم به انضمام نمک و اجازه میدیم که این گوشت چرخ کردنمون پخته بخوره. پیاز داغمون هم درست بشه تا بریم سراغ مرحله بعدش. خب دوستان مرحله گوشت و پیاز نگینین ما حدود 45 دقیقه هشتیم که کامل بپزه. الان مادرم آب بهش اضافه کرد. قبلش هم یه مقدار کوچولو روغنی که باش پیاز داغ درست کردیم به این گوشتمون اضافه کردیم. الان مرحله که مادرم دیگه میخواد شروع به پخت آش بکنه، برای همین آب به این گوشت اضافه میکنه به انضمام همون بلغور یا همون پلتر با جویی که نشونتو دادم. الان در این مرحله مادرم به آش اضافهش میکنه. چون معتقدی که باید اول بلغور بپزه و جا بفته، بعد کم کم سبزیش و مواد دیگرش اضافه میکنیم. اینجا هم من نشونتو بدم که نخود و لوبیایی که از قبل خیس کردیم، حالا هر جوری که خودتون روش های گرفتن نفخش بلدید یا خیسش میکنین، در یه قابلمه جدا حبوبات ای آش که نخود و لوبیا داره مپزه که بعدا در زمان مناسب به آشمون اضافه. ادویه آش الان مادرم اضافه میکنه. اینی که الان اضافه شد از ادویه های شاید 7 رنگن، اینایی که در بازار میتونید تهیه کنید که مخلوطی از به هر حال احتمالاً چند ادویه مثل زردچوبه، فلفل، حتما اونایی که عطاریا تهیه میکنن 7 رنگ. مادرم به مقدار خیلی کم اندازه نصف قاشق چایخوری اینی که اضافه که زنجبیل، باز به همون میزان نصف قاشق چایخوری دارچین اضافه کرد، باز به همون میزان نصف قاشق چایخوری مادرم زیره اضافه کرد، نمک مادر دارم اضافه میکنم. ده همون دوستان نکته کلیدی پخت بلغور همونجوری که میدونید محصولات گندم، جو وقتی که شروع به پخت میکنه ممکنه کف بکنه. بنابراین کاری که مادرم در این مرحله انجام میده حتما در قابلمه رو به صورت نیمه باز میذاره تا زمانی که به این مرحله جوش برسه. در قابلمه رو کامل نذارید چون احتمال اینکه سر بره و کف کنه هستش. اینم نکته کلیدیش. حالا که بلغورا شروع به اینطوری قلقل کردن کرد، مادرم میگه حدود یه 10 دقیقه اجازه میدیم که این بلغور یکم قل بخوره، بعدش سبزیشو اضافه کنیم. خب دوستان بعد از اینکه یک رو بلغورمون پخت کن، نوبت اضافه کردن سبزی این آش شامل تره و گشنیز و اسفناج. منتها چون تره و گشنیز پختش بیشتری نیاز داره، اول در این مرحله ما تره و گشنیز رو میریزیم و اجازه میدیم که کامل بپزه. بعداً در مراحل بعدی اسفناجش رو اضافه میکنیم. در این مرحله هم باز زردچوبه میریزیم. مادر زردچوبهش کافیه؟ اینجا هم باز زردچوبه اضافه میکنیم که همزمان با سبزی بپزه و بعد میریم برای مرحله بعد.
خب دوستان، بعد از اینکه یه مقداری سبزی پخت خورد، حالا نخود لوبیا رو اضافه میکنیم بهش که همزمان بازم نخود لوبیا با سبزی یه پختی بخوره. دوستان بعد از اینکه بلغور و ترن و گشنیزی که داشتیم مقدار پخت خورد، حالا نوبت اضافه کردن اسفناج این غذا رو ما معمولا یه مقدار درشتر نسبت به بقیه سبزیش خورد میکنیم، چون کاملا باید دیده بشه این اسفناج تو غذا. در این مرحله پیازا هم که درست کردیم مادرم به آش اضافه میکنیم. دوستان پیازا که درست کردیم حتما باید این روغنش هم به انضمام پیازا به غذا اضافه کنیم. رمز خوشمزگی غذای مادرای ما در واقع همین اضافه کردن روغنه که احتمالا در زمان قدیم به صورت شاید چرب دنبه گوسفنده که آب میکردن اونه مرختن، که حالا ما از اون مرحلهش رد میشیم، ولی حتما روغن پیازداغتونه به این مرحله اضافه کنید. همونطورم که دقت میکنید رنگ آش این مقدار زردتره. مادرم گفت زردچوبه‌ای که بهش اضافه کردیم کم بیه، حدود 1.5 برابر دوباره مادرم زردچوبه اضافه کرد. اما خب بستگی به زردچوبه های محلی خودتون داره، ممکنه که زردچوبه شما رنگش بیشتر با میزانش کمتر. خب دوستان الان تقریبا آش ما مخلفاتش پخته شد و زمانی که مادر من همون کره روی کشک که الان بهش اضافه میکنه به انضمام کشک. خب بعد از اینکه کشکش هم اضافه کردیم یه 10 دقیقه رو من باز بهش زمان میدیم تا با کشک بپزه و آش ما آماده است. دوستان غذا آماده شد، میتونید با نعنا، سیرداغ و پیاز داغ تزیینش کنید و همراه انواع نان‌های لذیذ ایرانی میل کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید. تشکر و روز خوبی داشته باشید.